سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پختوپزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود تورت کم خرج پیساچنی امریکانسکی تورت تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است 400-500 گرم آرد، 150 گرم سمیتانه، 100 گرم شکر، 150 گرم اصلی ملایم در حرارت خانه باشد، یک قاشق چای ساده، یک دانه تخم لازم است. ما یک دانه تخمه با شکر لب میزنیم. با میکسر میتونید با ونچک لات زنید، شرط نی با میکسر لات زدن. من 2-3 دقیقه لات زدم. اکنون من اصلی ملایم مایه همراه میکنیم با تخم و شکر. بار دیگر همیشه لات میزنیم یک بار دیگر. من اصلی هم لات زدیم. ساده حتما با سمیتان همراه کرده، شروع آمیخته کرده همراه میکنیم که بوی ساده نکنه. ساده من سمیتان با همراه میکنیم، شروع آمیخته میکنیم. چه ریاکسی داد. من همراه کرده همیشه بار دیگر لب میزنیم. من همیشه آمیخته کردیم محصولاتای من که آرد همراه کرده خمیر میکنیم. خمیر سخت میکنیم. خمیرامو باید سخت شود. بسیاری ها تورتی پیساچنی نغز یعنی خشک که نغز مینن. برای همین خواستم یک نمود تورتی پیساچنی تیار کنم در کانال. من خمیرامو بالای استاو میگیریم، بالای آرد. من خمیره گیتیم استاوا ما فقط خمیرامو جمع میکنیم. ما سخت مش نمیکنیم. خمیرامو سخت میبیاد. من فقط آرد قطعی جمع میکنیم. من ببینید چه خمیرامو ملایمی خوش رو امساز زردی. اگر ما خمیرامو سخت مشت کنیم خمیرامو سخت قیش میبیاد. برای همین فقط من خیلی جمع میکنیم. من چیکار ببینید من خمیرامو چه بهت زردی خوش رو تیار شد. چه زردی خوش رو آمد. اکو به زباله ها تقسیم میکنیم. مثلا اگر میتونید تورتی 26-28 سانتی متر کلان تیار کنید یا 20-22 سانتی متر تیار کنید. اگر 20-22 سانتی متر تیار کنید 10-11 تا 12 دانه میشد. اگر 24-26 سانتی متر تیار کنید 8-9 دانه میشد. اکو زباله ها تقسیم میکنیم. من 8 قسم تقسیم میکنم. من 8 قسمی برابر رو تقسیم کردم. هر یکشه که زباله چه میگیریم من اینطور زبالچی برابر میگیریم. من به 8 قسمی برابر تقسیم کردم. اگر ترازویتان باشد هر یکش من 14 گرم ویسش است. یا باشد به 8 قسمی برابر تقسیم کردم میگیریم. من هر یکی زباله درونی آرد میکشاییم. خوش را تنک میکنیم. تنکی تنک شود. من خوش را تنک کردم. من 26 سانتی متر کی من میبرم کریشکی من کاسترولکی. همیشه میتاب میبرم.
من ویلکه زدم و 180 درجه مانده پخته میگیریم هر یکشون همین طور که شده. من پشت لیست گرفتم. لیست بگانچه ماندن شرط نیه. من خیلی سیلیکانوی کاوریک گذاشتم. من 11 دانه کارش تیار شد. من کارش خشک پیساچنی برای پیساچنی تارت. من گرده کاشکی 11 دانه شد. اکنون کریم تیار میکنیم. من برای کریم به ما چی لازم؟ من 250 گرم مصلی ملایم در حرارت خانه باشد. یک بانکه بریانه سوگوشانک لازم. برای همین ما شکری تارتامه کمتر کردیم. کارجامایه که کریمش بریانه سوگوشانکا بودن به اگر زبرنای کریمم تیار کنید میشه. اگر زبرنای کریم تیار کنید 200 گرم حتما خمیر به شکر همراه کنید که خیلی شیرین تر بیاید. من اوزی کریم تیار میکنیم. من اول 2-3 دقیقه مصفی خودش لرزیدیم. من یک قاشق بریانه سوگوشانکی همراه کرده. بار دیگر با میکسر لرد میزنیم. من یک بانکه همراه کردم. لرد میزنیم. من کریمی ما هم تیار شد. اکو کارجای کریم میکنیم. من کمتر طبقه کریم میکنیم که کریم ما تارتاما نجنبد. من یک قاشق کریم گرفته بالی کاشته شروع کریم میکنیم. همش همین طور قبط من کریم میکنیم. از سبب کریمش مسئله ملکا بودن بسیار نمیمالیم. کمتر مالیم کرد خودش قبط 11 قبط خودش کریم میشه. من 11 قبطش من یک قاشق کریم کنید خودش همه قبطش میرسه. من اکنون من پلیتیچنی شکلاته روی تارتانا رو میگذارم. احتیاط کرد. با میتونید با خواهش خود خیلی آواز دهید. من با خواهش خود آرام میدیم. من طرز گلازور تیار کنی هست کنال به من با مدتی 7-8 ساعت خلدینگ بگذاشته. بعد در نش ریز کریم بینیم که تارتی پیساچنی ما چخل تیار شده است. من چگونه میبینید تارتی ما هم دم گرفت. من در نش ریز کریم بینیم تارتی ما چخل تیار شده است. من تارتا به قسمت تقسیم کردم. اگه درونشم بینیم درونی تارتی ما چخل تیار شده است. من چخل ورقینه جای بادام دست. من قبطی تارتی ما من ریز کریم بینیم چخل تیار شده است. تارتی پیساچنی. اگر خواهید که تارتتان ملایم بیاید زبرنای کریم تیار کنید. اینکه این تارتی خشک پیساچنی جای باد با لذت آمدگی. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید و یا رو دوستای دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.